بعد وارد اورژانس بیمارستان طالقانی که شدم، صحنه‌های بسیار ترسناکی رو دیدم. اورژانس بیمارستان، زخمی ها تلمبار شده بودند. بسیاری از مردم رو دیدم که چشمشون تیر خورده بود، ساچمه خورده بود. من یک نفر رو دیدم که گوشهاش توی دستش بود، یکی از گوشهاش توی دستش بود. و هر جایی هم که باشه، در هر دادگاه بین المللی باشه، در هر دادگاهی که در ایران باشه، واقعا من سوگند میخورم که همه این اتفاقات رو دیدم. یک نفر رو دیدم در اورژانس بیمارستان طالقانی که گوشهاش دستش بود و میگفت تو رو خدا این رو زود بخیه بزنین. اگه زمان بگذره من دیگه نمیتونم این گوش رو داشته باشم روی صورتم. زخمی ها تلمبار شده بودند، بسیار بسیار تعداد زخمی ها زیاد بود و اصلا رنگ سفید بیمارستان قرمز شده بود، همه جا خون بود. که هر کسی رو که وارد میشد اونجا شوکه میشد این صحنه رو میدید. من سال 96 و 97 در نیرو انتظامی استان کرمانشاه سرباز بودم. در ستاد فرماندهی نیرو انتظامی استان کرمانشاه سرباز بودم و خیلی از مقامات نیرو انتظامی رده بالای استان کرمانشاه رو میشناختم. اونجا متوجه شدم که فرمانده‌های رده بالای استان، نه حتی شهرستان، اونجا دارن پرسه میزنن. دو نفر رو کاملا من به یاد دارم. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه علیرضا مرزبانی اونجا با لباس شخصی خودش داشت میچرخید و هر کسی که مشکوک بود رو معرفی میکرد و نیروهای لباس شخصی میومدن میبردن. یعنی هر کسی که اونجا داد و بیداد میکرد، اعتراض میکرد، رو میومدن میبردن. و منوچهر امان اللهی فرمانده کل نیروی انتظامی استان کرمانشاه هم اونجا بود. اینا همشون لباس شخصی بود دیگه. این دو نفر که اونجا بودن، من مطمئن شدم که تمام بیمارستان دست نیروهای امنیتیه و نیروهای امنیتی به احتمال خیلی زیاد حتی در لباس پرستارها در بخش پذیرش هم هستن و واقعا هم بودن. به من گفتن که برادرم اتاق عمله. من رسیدم دم در اتاق عمل، برهان رو ندیدم. برهان اتاق عمل بود. از ساعت حدود 9 تا ساعت دو بعد از نیمه شب اونجا منتظر بودیم. من و دوستای برهان، تعداد بسیار زیادی از دوستای برهانم اومده بودن، هم سربازیاش. در اون لحظه، یعنی در اون 4-5 ساعت، 8 جنازه رو از اتاق عمل جراحی، یعنی اتاق جراحی بیمارستان طالقانی، به سردخونه بیمارستان طالقانی بردن و همشون تیر خورده بودن. ما جلو اتاق عمل بودیم، من و برادر بزرگترم. حالا اون خودش رو خیلی بهتر از من کنترل کرد. هر کدوم از این جنازه هایی که از اونجا رد میشد من نمیذاشتم بره، میگفتم که این برادر منه، باید من صورتش رو ببینم. من صورت این 8 جنازه رو دیدم. این 8 جنازه به سردخونه بیمارستان طالقانی منتقل شد. ساعت 2 با دعوا وارد اتاق عمل شدم و اصلا هیچ امیدی نداشتم. گفتم که این 8 نفر رو کشتن، خب قطعا برهان هم کشته شده. برهان الان کشته شده و به ما نمیگن، میدونن که 2 برادرش اینجاست و میخوان هی خبر رو به تأخیر بندازن، یه جوری کنترلش کنن. ولی رفتم داخل اتاق عمل و دیدم که برهان عمل جراحی شده و زنده است. چشماش هم باز بود. اون عمل سنگین رو انجام داده بود. به من گفتن که رودش تیر خورده، یه عضویه که خیلی عضو حساسی نیست و زنده میمونه، قطعا زنده میمونه و لازم نیست که نگران باشین. فقط به ما گفتن خب خودتون برین دیگه، یه برانکاردی بیارین، با برانکارد ببرینش داخل بخش عمومی. ما این کار رو کردیم، خیلی خیلی خوشحال که برهان زنده مونده. اون زمان هم اصلا ذهن آدم درست حسابی کار نمیکنه. خب این همه اتفاقات از صبح افتاده،
پشت سر هم و اصلا نمیتونی این چیزی رو که داری میبینی تحلیل کنی. اصلا نپرسیدیم که چرا باید برهان رو ببریم داخل بخش. خب این شخصیه که الان عمل شده، یه تیر خورده، باید به یه بخشی مثل آی سی یو، جای مثلا مراقبت های ویژه، جایی منتقل بشه. ولی انقدر خوشحال بودیم مثلا این سوال ها رو نپرسیدیم. برهان رو با برانکارد بردیم داخل بخش عمومی. داخل بخش عمومی چنان پر بود از زخمی که تمام اتاقها پر بود. برانکارد وجود نداشت. همه زخمیایی که حتی عمل شده بودن یا مداوا شده بودن یا در حین مداوا بودن روی زمین خوابیده بودن. و برهان رو هم اونجا گذاشتیم دیگه. گفتن که هیچ اتاقی خالی نیست. همه زخمی بودن. کسایی بودن که 2 تا پاشون تیر خورده بود، کسایی بودن که کل بدنشون ساچمه خورده بود، یعنی واقعا از زیر صورتشون، از گردنشون به پایین تماما ساچمه بود. و همه اونجا بودن. ولی تمام زخمیا و تمام همراهان میدونستن که وضعیت برهان خیلی وخیم‌تره، چون وضعیتش استیبل نبود و اصلا نمیتونست درست حسابی نفس بکشه. پرستارام اینو تشخیص دادن و گفتن که خب ما یک اتاق رو خالی میکنیم، و برهان رو میبریم اونجا. حدود ساعت 3 و نیم یک اتاق رو خالی کردن و برهان رو بردن. یعنی برهان رو بردیم داخل اون اتاق. اسم اتاقم اگه اشتباه نکنم ایزوله 1 یا ایزوله 2 یا همچین اسمی بود. و خب منم خیلی خسته بودم. حدود 40-45 دقیقه خوابم برد. بعد از 40-45 دقیقه خواب من اومدم داخل راهرو رو که دیدم 1 نفر از زخمیان نمونده. نیروهای امنیتی از ساعت 3 تا 5 و نیم تمام کسایی که تیر خورده بودن و زخمی بودن رو و توی راهرو بودن رو همه رو برده بودن و واقعا نمیدونیم کجا بردن. و بازم الان ما میدونیم که در جنبش زن زندگی آزادی آسیب دیده‌های چشمی کیا بودن، یعنی حداقل تعدادیش رو میشناسیم. کسایی که دستشون تیر خورده، کسایی که پاشون تیر خورده اکثرا شناخته شدن. ولی من هیچ وقت اون کسایی که در اون شب در اون کریدور در اون راه رو دیدم رو هیچ وقت دیگه ندیدم. و من متوجه شدم که نیروهای امنیتی به شدت بیمارستان رو دارن خالی میکنن. همونجا برهان میتونست خیلی به صورت unstable صحبت کنه. باهاش حرف زدم، گفتم که تو الان زنده موندی، پس ما باید الان یک سناریو بچینیم که تو یک رهگذر بودی، تیر خوردی. تمام چیزهایی رو که دیدی رو به من بگو. چیزی که اتفاق افتاده در اون بولوار دولت آباد رو برام تعریف کن که ما بتونیم یه جوری تغییرش بدیم. اگر نیروهای امنیتی اومدن تو رو بردن، داستانی که تو تعریف میکنی با داستانی که من تعریف میکنم یکی باشه، که این نیروهای امنیتی نتونن تو رو اذیت کنن. یعنی واقعا ما داشتیم به این فکر میکردیم با هم دیگه. تمام داستان رو برهان به من گفت که در بولوار دولت آباد بودیم، همه نیروهای امنیتی از کلانتری فرار کردن و ما خوشحال، یعنی مردم خوشحال رفتن که کلانتری رو بگیرن. یه دفعه فرمانده کلانتری از روی بام کلانتری با دوشکا به سمت مردم تیراندازی کرد. مردم خیلی زیادی تیر خوردن، من جمله خود برهان. و برهان گفت که من با چشمای خودم دیدم همراه با اینکه من تیر خوردم 5 نفر کنار من کشته شدن.